la salvación. Se encuentra en él, no hay otro nombre dado a los hombres, solamente en Cristo, solamente en él. Oh, qué precioso regalo. این هفته خبر تو خبر داره براتون از باید و دوله نظام ولایت یعنی آخوند رئیسی که به مناسبت شروع سال تحصیلی بالای منبر رفت و جز قطار کردن مشتی باید و نباید هیچ حرفی برای گفتن نداشت. مدرسه رو باید به مدرسه اندیشید. معلم باید حفظ بشه، معلم باید مورد توجه. مدرسه رو اینجا باید صمیمانه از همه معلمان تقدیر باید کرد. همواره باید گفت دولت باید دقیق باید بیاد ستاد باید پیگیری تحول رو بکنه. تحول باید در مدرسه باید نباید چوتک انداخت. هیچ کس نباید. از وضعیت آخوند رئیسی میشه فهمید که بد جوری درگیر الاغ بحران هاست و خودش هم نمیدونه چی کار میخواد بکنه. درست به موازات باید درمانی های آخوند رئیسی قمپوز درمانی های پاسداران هم ادامه داره. یه نمونهش این پاسدار فدویه که اینجوری برای موشک پرونی های نظام تبلیغ میکنه. فرزندان این ملت که در بالاترین سطح تکنولوژی دنیا قرار دارن ما را قادر کردن که اگه قرار باشه که مثلا فرض این جایی که ما شما نشستیم یعنی یه میزی به این اندازه اون ورش باید زده بشه یا این ورش باید زده بشه اون ورش نباید زده بشه، ما میتونیم الان این کار بکنیم و خدا را شکر در حالی که باید اون شرایط از بین بره الان نتونستن تصویر نشون بدن که مثلا زن و بچه کشته شده، به خاطر اینکه موازات هم رو داره. حکایت این ادعاها مثل ادعای هندونه فروش میمونه که همزمان با تبلیغ برای هندونش به اون çağ میزنه و اینجوری دستش رو میشه. Memlekette böyle bir karpuz geldiyse ben burayı terk ederim ulan. O kimdir kam çıktı diye gelsin buraya. Gel kardeş. Gelme git. توی یکی از شبکه‌های تیویریش پاسدار فدوی برای موشک‌های نقطه زدن نظام تبلیغ میکنه. همزمان توی شبکه دیگه مجری تیویریش بحث خطای انسانی و موشک پرونی‌های کشکی نظام رو پیش میکشه. ما که پهپاد امریکایی رو میایم انقدر مقتدرانه میزنیم، چطور میشه که سر اون قضیه هواپیمای اوکراینی پدافند ما اشتباه میکنه و اون اتفاق میفته؟ شما تحلیلتون چیه به عنوان؟ نه ببینید منم خودم از این قضیه اون موقع رخ داد کرمان بودم، مراسم حاج قاسم کرمان بودم. ما بایستی یه نظم و انضباط دیسیپلین و یک نواخت یک پارچه همه اینا باید یک پارچه بشن. بگذریم از این که این قمپوزا و موشک پرونی ها تو نظام ولایت حکایت همون سود زدن در تاریکیه و یه پخ کافیه که این جماعت قبض روح بشن. حالا بشنوید از گوریل بد ترکیب کابینه رئیسی که یه تنه مرزهای مشنگیسم رو جابجا میکنه و میگه قرار از زائران اربعین تست چشمی کرونا گرفته بشه. برنامه‌ریزی برای بازگشتشون انجام شده. اگر تعداد همین 35,000 نفری که ما فکر میکنیم در واقع از طریق هوایی برمیگردن محدودیتی نداریم و در مورد بحث تست کرونا هم توافق شد که در واقع به صورت چشمی و صورت در واقع بدون در واقع PCR وارد ایران میشه. از کرونایاب در قابلمه‌ای رسیدن به تست چشمی کرونا. یکی نیست به این پاسدار دکلدوز بگه آخه از این جماعت چطور میخوای تست چشمی بگیری؟ در هفته‌ای که گذشت یکی از دایناسورهای ولایی مرد و عضو اون را اینطوری توصیف کرد:
این روحانی دانشمند و ذوفنون از جمله چهره‌های نادر و فاخری بود که نمونه‌های معدودی از آنان در هر دوره چشم و دل آشنایان را می‌نوازد و توامان دانش و معرفت و عقل و دل آنان را بهره‌مند می‌سازد. و حالا این شما و این هم دو نمونه از فنون این آخوند ذوالفنون. در نمونه اول ببینید از صدای یک زن چطوری قاطی میکنه. اگر یک کسی اذان بلال، بله شما می اذان بگید، شما بلال هستی، این خانم نبود، این خانم نبود خانم، فرزند من، عزیز فرزند من، شما خانم هستی، فرزند منید، دختر منید، مادر جان، مواظب محرم و نامحرم باش. حق نداری شما در میان این همه نامحرم بگید که بله صلوات نباید فرزند من. بله، زنها در منطق این دایناسورها حتی اجازه صلوات فرستادن ندارن، فقط باید بطری آبشون رو بدن به این فسیل عمامه‌دار تا توش فوت کنه. سلام آسیب سلام. در هر حال اینطور که پیداست این دایناسورها یکی یکی دارن میمیرن و عظما هم توی نوبته. بشنگستان این هفته رو با جدیدترین سوتی رئیسی شروع میکنیم. طرف یه عبارت یاد گرفته، اونم آمایش سرزمینیه. بعد میخواد این رو توضیح بده اما بلد نیست، میگه آمایش سرزمینیه. امروز به نظرم شاخص ارزشمندی وجود داره به نام آمایش سرزمینی. در آمایش سرزمینی ما میتونیم تقسیم منابع و تقسیم فرصت‌ها و امکانات بر اساس یک آمایش سرزمینی دقیق باشه. وضعیت طوری شده که این آخوند رئیسی هر یه جمله‌ای که میگه باید کلی آکروبات بازی کنه. یه چیزی تو این مایه ها. رئیس جمهورشون که این آخوند تصدیق شیشی باشه تکلیف بقیهشون روشنه. مثلا این عضو مجلسشونه که به لایحه و طرح میگه لاهیه و طرح. خواستیم که لاهیه بشه. ما تو این لاهیه و این طرح اگر این لاهیه یک روز عقب بیفته ما با طرح میایم جلو و ساماندهی انجام میدیم. اما چون لاهیه محور باید مجلس باشه و ما پذیرفتیم لاهیه. این یکی هم مثلا کارشناسه اما این طور که پیداست اصلا نمیدونه عدد یعنی چی. این 34% عدم اجرای کامله، اجرای ناقص تکالیف 64% اجرای در واقع ناقص تکالیف، فقط 10% کامل اجرا شده. یعنی چی؟ یعنی سازمان حفاظت محیط زیست که 60 حکم تکلیفی داره فقط 3 حکمش رو دقیق و کامل انجام داده و این درده. این یکی آخوندم ظاهرا پولش رو بابت روزخونی نگرفته و اینطوری پته همریشاش رو میریزه رو آب. شما امروز میبینید میآید آقا مینشیند روی منبر، سر رو هم بالا میگیرد الحمدلله امشب هم نوکری کردیم. نوکری چه کسی کردیم؟ شما برای سالیت پول گرفتیم. نوکری چه کسی رو کردیم؟ میلیون گرفتیم. بعد بالا هم گفتی تا فلان مقدار در حساب من واریز نشود نمی آیم. و بدبختتر از این مدعاها و سخنرانها کسانی هستند که دنبال اینا افتادن، کسانی هستند که پیگیر اینا هستند، کسانی هستند که جلسه های اینا رو شروع میکنن. حالا آخوندا بعد از گرفتن این همه پول میرن بالای منبر که چی بگن؟ یه نمونه از این دجالگری ها رو بشنوید.
یه روز از روزها امیرالمومنین سلام الله علیه صحبت میکردن، مطلبی راجع به برف گفتن. بعد یکی از این حاضرین در مجلس گفت آقا و ما هو الثلج، برف چیه؟ حضرت امیر دستشون رو دراز کردن پشت گردنشون و در آوردن برف در دستشون بود. گفتن هذا هو الثلج، این برف همین. این مرد خلیفه خداست که همه جا و همه چیز و همه کس در اختیار او. این جماعت به قدری از جونشون میترسن و احساس ناامنی میکنن که برای رفتن به همین مجالس روزخونی هم سوار خودروی زرهی میشن. ببینید این آخوند مسجد رو با چی میارن و میبرن. یه لحظه بذار، از ترسشونه، از چیشونه. ماشین وحشتناکیه، تانکه، چیه این؟ میارن اینجا برای مطرحی کردن و خود اول تحویل ملت دادن. بگذاریم از این که کار اینها از زره پوش و این حرفا گذشته و یه قدقد و یه قوقولی قوقول کافیه تا زهر ترک بشه. آخوندا بعد از این همه دنگ و فنگا میرن بالای منبر، ولی حتی پا منبریاشون هم به حرفاشون گوش نمیکنن. یه نمونهش این بوفالوی ولایت و پدرزن رئیسی جلاده که از کوره در میره و از بی‌اعتنایی نسبت به روزهاش اینطوری قاطی میکنه: آقای عزیزی که داری نماز میخونی، نمازت باطله، یا نمازت باطله یا نماز جمعه. این وسط خطبه نماز جمعه به جای یک رکعت نمازه، شما وسط رکعت نماز واسه یه نماز دیگه میخونی. بشنگستان این هفته رو با خاطره که توی تیویریش به مناسبت هفته جنگ خمینی ساخته پخش شده تموم میکنیم که کاملا بدون شرحه. یکی از دوستان شهید قچلی اجاقلو برای من تعریف میکرد که با هم در بانه بودیم. ایشون رفته بود، معمولا رسم بود که اونا که رزمنده ها معمولا میرفتن عکس میگرفتن، اگه عکاسی بود از عکاس درخواست میگن براشون عکس بفرسته. شهید قچلی اجاقلو با RPG میره عکاس خانه، میگه از من عکس بگیر. خردش هم میذاره اونجا، همه چیزش آماده میکنه، دست به ماشه. عکاس میگه من هر موقع ایشون میگه که 1 2 3 که عکس بگیره، یه دفعه اینو که نگو که این آماده شلیش بوده. در همون عکاس خانه ایشون بعد از این عکاس میگه 1 2 3 ماشه را میچکانه و خلاصه عکاس خانه میره هوا. من خودم رفتم اونجا را دیدم. در پایان توجه شما رو به صحبت‌های یک کارشناس کوچولوی اقتصادی جلب می‌کنیم که به زبان ساده تورم رو توضیح میده. من به کی باید برم شکایت کنم؟ اینو ببینید آخه اینا که روز به روز دارن کوچولو میشن. قبل یک کولا داشت، کلاشو که برداشته. بابا این کولا اینم برداشتیم، زشته به خدا. ما بچه ها یه امیدی میریم بستنی میخریم، باز میکنیم میبینیم این توشه. با روحیه بچه ها الکی بازی نکنیم. ما گناه داریم والا. نکن آقا نکن.